توجیکستان امامعلی رحمان روز 5 ایول عبداللهزاده نورالله حامید را به سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون فرمانده قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان اوید بر رزویدکا آزاد کرد. مقامات سبب برکناری عبداللهزاده را که از ماه نوامبر سال 2017 بیش از 3.5 سال باز روبری بخش جاسوسی قشون‌های مرزبانی تاجیکستان را بر عهده داشت تا حال شرح ندادند. ولی تلگرام کانال وین ابازریواتل که مسائل حربی را پیگیری میکند میگوید عبداللهزاده برای درست پیشبینی نکردن سمت و سوی تحول وضع در افغانستان همسایه و ناآمادگی به وضعیتی که در مرز تاجیکستان با افغانستان به عمل آمد برکنار کرده شده است. معلوم شد که نورالله عبداللهزاده مسئولیت تامین امنیت در مرز با افغانستان را در قسمت ولایت ختلان که با ولایت قندوز هم مرز است و ولایت مختار کوهستان بدخشان را بر عهده داشت، یعنی همان جایهایی که در چند روز اخیر بیش از 1300 تن از حربیان افغان به قلمرو تاجیکستان گذشتند و این را بسیاری ها همچون رخنه کردن سرحد مانیداد کردند. چاره‌های اندیشیده شده در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان بی‌ثمری خود را نشان دادند. قسمت مرز با قندوز باشد فقط در روی کاغذ به مرز شباهت دارد، ادعا میکند وین ابازریواتل. مقامات رسمی دوشنبه این ادعا درباره پیشرفت‌های اخیر طالبان همچون سبب برکناری سردار بخش رزویدک قشون‌های مرزبانی تاجیکستان را هنوز شرح ندادند. ولی برکناری نورالله عبداللهزاده بلافاصله بعد بررسی وضع شمال افغانستان در جلسه شورای امنیت صورت گرفت. مرز تاجیکستان با افغانستان مرز جنوبی اسنگه و اودیکابه نیز به شمار می رود و تحولات اخیر در این مرز کشورهای دیگر شوروی سابق را سخت نگران کرده است. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در مصاحبه با خبرگزاری روسی ریا نووستی اظهار داشت که آنها الکی بیش از 70% مرز با تاجیکستان را زیر نظارت خود درآوردند و می توانند قلمرو باز هم بیشتر را تصرف کنند. اطمینان خاطر داد که طالبان به قصد ایجاد مشکل در مرز با تاجیکستان به تعبیر سخنگوی طالبان دوست را ندارد. ما تصدیق میکنیم که حتی بیش از 70% مرز با تاجیکستان را تصرف کردیم. مناسبت‌های ما با کشور دوستمون تاجیکستان خیلی خوب خواهد شد. در مرزها امنیت برقرار می‌گردد و هیچ نوع دخالت رخ نخواهد داد، گفته سخنگوی طالبان.